آرتور سی کلارک ادامه کتاب 2001 یک اودیسه فضایی رو نوشته بود که اسمش 2010 اودیسه 2 بود. آخرای داستان یه هوش فرازمینی سیاره مشتری رو تبدیل به یه ستاره میکنه، در حالی که گروهی از فضانوردان دارن به سختی از انفجار فرار میکنن. یه پیام از بیگانگان دریافت میکنن: همه این دنیا مال شماست به جز اروپا، سعی نکنید که اونجا فرود بیاین. این فقط یه رمان بود، اما نشون میده حتی تو سال 1982 حدس میزدیم که اروپا ممکنه بهترین شانسمون برای پیدا کردن حیات بیگانگان تو منظومه شمسی باشه. 42 سال بعد توی اکتبر 2024 ناسا داره پیشرفته ترین مأموریت برای پیدا کردن علائم حیات بیگانه رو راه میندازه. یعنی داره به سمت قمر مشتری اروپا میره. اما یه مشکلی وجود داره. مشتری هر چیزی که دور و برش باشه رو نابود میکنه. سوال اینجاست که چجوری ممکنه تو مشتری حیات وجود داشته باشه؟ و اصلا چجوری میشه چیزی رو ساخت که بتونه این شرایط خطرناک رو تحمل کنه؟ پس مطالب جالب ویدیو اینا هن. کمربندهای تشعشعی مشتری همیشه خطرناکن. اروپا و رازهای نگفتش. زندگی زیر نور خورشید. وجود فرازمینیان. کلیپر، پروژه‌ای که دنبال زندگی میگرده. چرا انسلادوس نه؟ تیونینگ کلیپر آماده برای هر اتفاقی. و در آخر شمارش معکوس و نتایج اولیه. تو دل مشتری هیچ چی نمیگذره، ولی فشار اونقدر زیاده که هیدروژن به یه مایع فلزی تبدیل میشه. این هیدروژن فلزی مایع یه میدان مغناطیسی فوق‌العاده قوی تولید میکنه که اگه از همون فاصله دور اندازه بگیریم تقریباً 20,000 برابر قوی تر از زمینه. اگه میشد این میدان مغناطیسی رو از زمین ببینیم اندازش 2 برابر بزرگتر از ماه کامله. این میدان مغناطیسی به خودی خود بی خطره، اما وسطش فعالترین دنیای آتشفشانی تو کل منظومه شمسی وجود داره. معرفی میکنم: قمر مشتری آیو. آتشفشان‌های سطح آیو مقدار زیادی دیوکسید گوگرد به بیرون پرتاب میکنن. تو هر ثانیه 1 تن از این مواد یونیزه میشه و توی میدان مغناطیسی مشتری گیر میفته. این میدان مغناطیسی ذرات رو با سرعت باور نکردنی با خود مشتری میچرخونه. سرعتشون بیشتر از 30 کیلومتر بر ثانیه است. در واقع اینرسی اونا میدان رو به عقب میکشه. اینرسی یعنی مقاومت یک جسم در برابر تغییر وضعیت حرکت یا سکون خودش. مثلا اگه یه توپ روی زمین بذاریم به خودی خود شروع به حرکت نمیکنه، چون اینرسی داره و برای حرکت کردن نیاز به یک نیرو داره. مواد گیر افتاده تو میدان مغناطیسی به قمرهای دیگه برخورد میکنن و ذرات بیشتری رو از سطحشون بیرون میندازن. حالا اصلا چرا اینو توضیح دادم؟ این چرخه کمربندهای عظیم تشعشعی رو تشکیل میده که از اروپا و بقیه قمرهای مشتری هم عبور میکنه. تو دهه 70 میلادی مأموریت‌های پایونیر 10 و وویجر فقط برای مدت کوتاهی از کنار مشتری رد شدن، اما تشعشعات باعث شد که دچار اختلال بشن و بعضی از داده‌هاشون خراب بشه. حتی با تکنولوژی امروزی هم یه فضاپیما توی این کمربندهای تشعشعی نمیتونه بیشتر از 3 ماه دووم بیاره. پس ناسا چجوری میخواد مأموریت جدیدش یعنی اروپا کلیپر رو برای بیشتر از 4 سال توی مدار اروپا نگه داره بدون اینکه کباب بشه؟ راه حل خیلی ساده است. این کارو نمیکنه. کلیپر قراره از فاصله زیاد دور مشتری بچرخه و هر چند هفته یه بار با سرعت زیاد به اروپا نزدیک بشه و بعد دوباره دور بشه. از اونجایی که قراره تو این مأموریت کلی داده جمع کنه، وقتی فاصله زیادی داره میتونه از این زمان برای ارسال اطلاعات به زمین استفاده کنه و بعد دوباره نزدیک بشه. در مجموع این فضاپیما 49 بار از کنار اروپا عبور میکنه و تقریباً کل سطحش رو نقشه برداری میکنه. در واقع اسم کلیپر هم از روی کشتی‌های کلیپر قرن 19 گرفته شده که خیلی سریع و چابک بودن و به سرعت بین بندرها رفت و آمد میکردن. ولی بین این همه جا تو منظومه شمسی چرا اروپا برای پیدا کردن حیات انتخاب شده؟ اگه روی سطح اروپا وایسین، البته اگه بتونید روی سطح اروپا وایسین، تو یه روز با 5400 میلی سیورت تشعشع برخورد میکنین. اینجا انقدر تشعشع زیاده که 1800 برابر بیشتر از 1 سال زندگی کردن روی زمینه.
اگه چند ساعتی اونجا بمونید بالاخره دور از جونتون از مسمومیت تشعشعی میمیرین، اما اروپا یه راز داره. وقتی وویاجر 1 تو سال 1979 از کنار مشتری رد شد، این عکس رو از اروپا گرفت. اگه با بیشتر قمرهای دیگه تو منظومه شمسی مقایسش کنی، یه چیزی کم داره: گودال‌ها. هر سیاره و قمری در طول میلیاردها سال گذشته با شهاب سنگ‌ها بمبارون شده و سطح بیشترشون همینو نشون میده. ولی چرا اروپا اینجوری نیست؟ تو 60 میلیون سال گذشته یه اتفاقی افتاده که بیشتر این گودالا رو از سطحش پاک کرده. 16 سال بعد از وویاجر، گالیله به مشتری رسید. 8 سال رو صرف مطالعه این غول گازی و قمراش کرد. مغناطیس سنج گالیله یه چیز جالب تو اروپا پیدا کرد. قطب‌های مغناطیسی مشتری مثل زمین نیستن، یعنی با قطب‌های جغرافیاییش همراستا نیستن. پس وقتی سیاره هر 10 ساعت یه دور میچرخه، کل میدان مغناطیسیش تکون میخوره. این تغییرات باعث میشه اروپا یه میدان مغناطیسی القایی داشته باشه که نسبتاً قویه. این یعنی یه لایه رسانه‌های الکتریکی توی اروپا هست که به میدان مشتری واکنش نشون میده. داده‌های گالیله نشون میدن که این لایه باید نسبتاً نزدیک سطح باشه، یعنی حدود 10 کیلومتر پایین‌تر. ولی چه جور لایه رسانه‌ایه؟ سطح سفید اروپا کاملاً از یه پوسته ضخیم یخ و آب تشکیل شده. این ناحیه‌های قهوه‌ای مایل به قرمزی که می‌بینید وقتی با طیف سنج بررسی میشن، با کلی چیزای مختلف جور در میان، مثل نمک‌های هیدراته، اسید سولفوریک یا حتی باکتری‌ها. یکی از کارهایی که میشه با طیف سنج انجام داد، محاسبه سن زمینه که ویدیوشو تو چنل گذاشتیم. آزمایش‌های اخیر توی JPL که یکی از معتبرترین مراکز تحقیقاتیه، نشون دادن که وقتی نمک دریا در معرض تشعشع شدید قرار میگیره، از سفید به همین رنگ قهوه‌ای مایل به قرمز که روی اروپا دیده میشه تغییر رنگ میده. به خاطر همینه که دانشمندا حدس میزنن یه اقیانوس آب شور توی اروپاه که میتونه 100 کیلومتر عمق داشته باشه و این یعنی اروپا 2 برابر بیشتر از کل سیاره زمین آب داره. فعالیت‌های زمین‌شناسی مثل تغییر فشار و واکنش‌های شیمیایی باعث میشه که سطح قمر صاف و تازه بمونه، اما مشتری فقط 4% از نوری که زمین میگیره رو دریافت میکنه. به خاطر همین دمای سطح اروپا همیشه پایینتر از منفی 160 درجه سانتیگراده، تقریباً 2 برابر سردتر از قطب جنوب، و اینطوریه که دانشمندان مطمئنن که اقیانوسش کاملاً یخ زده. اما یه راهی برای تولید گرما وجود داره که نیازی به خورشید نداره. مدار اروپا که دور مشتری میچرخه یه دایره کامل نیست و دلیلش اینه که آیو، اروپا و گانمید توی رزونانس مداری هن. رزونانس مداری یعنی 2 یا چند تا قمر به دلیل گرانش با الگوی منظم دور یه سیاره میچرخن. البته الان میدونیم که به خاطر تاثیر مستقیم گرانش نیست و به خاطر خم شدن فضاه. توصیه میکنم حتما ویدیوی کشف سیاه‌چاله با قلم و کاغذ رو ببینید. جالبه که بدونید گانمید بزرگترین قمر مشتری و در عین حال بزرگترین قمر کل منظومه شمسیه. حتی از سیاره عطارد هم بزرگتره، اما به خاطر جرم کمی که داره سیاره حساب نمیشه. هر بار که گانمید یه دور میزنه، اروپا 2 بار دور میزنه و آیو 4 بار. به خاطر همین آیو از یه طرف مدار اروپا رو به سمت مشتری میکشه، در حالی که گانمید از اون ور به سمت بیرون حولش میده و اینطوری مدار کش پیدا میکنه. اینجوری نیروی گرانشی مشتری توی قسمت نزدیک مدار قوی تر از قسمت دورتره. با توجه به چیزایی که توضیح دادم، اروپا دائما یا داره کشیده میشه یا فشرده. البته تو این موضوع به پای فشرده شدن و کشیده شدن مردم ایران نمیرسه. اونقدر فشرده شدیم که سر شدیم دیگه. این موضوع رو میشه خیلی راحت با مثال توپ لاستیکی توضیح داد. وقتی توپ رو فشار بدیم گرم میشه. دانشمندا فکر میکنن استحکاکی که به خاطر این کشش‌های جذر و مدی تو اروپا اتفاق میفته میتونه اونقدر گرما تولید کنه که اقیانوس یخ نزنه و مایع بمونه. این پدیده هر چقدر به مشتری نزدیکتر بشیم قوی‌تر میشه و دلیل فعالیت‌های آتشفشانی زیاد آیو همینه. اما دمای این اقیانوس چقدره؟ رابرت پاپالاردو، محقق و یکی از دانشمندای پروژه اروپا، میگه دمای اقیانوس به این بستگی داره که چقدر شور باشه.
اگه خیلی شور باشه، دمای ذوب یخ برای تبدیل جامد به مایع میتونه تا 10 درجه سانتیگراد، یعنی پایین‌تر از حد معمول بره. ایشون یه دلیلم برای حدس زدن ضخامت پوسته یخی داره. اون میگه روی سطح اروپا یه سری ساختار عجیب میبینم که حالت انحنا و خمیدگی دارن، ولی انگار چند تا خمیدگی کنار هم قرار گرفتن که بهش سایکلوید میگن. این از اون شوخیایی که فقط دانشمندا بهش میخندن، چون سایکلوید معمولا توی مکانیک و حرکت‌های دایره‌ای دیده میشه و اصلا چیزی نیست که انتظار داشته باشیم روی یه قمره یخی ببینیم. دانشمندا حدس میزنن که این ترک‌ها وقتی به وجود میان که یه شکاف با سرعت مناسب تقریباً به اندازه سرعت راه رفتن یه آدم باز بشه و همزمان با فشار و کششی که اروپا در مدار خودش به دور مشتری تجربه میکنه هماهنگ بشه. در واقع اگه اقیانوسی اون زیر نبود، این ترک‌ها ایجاد نمیشدن. تمام این کشش‌هایی که به خاطر جزر اتفاق میفته باعث میشه که ماگما از داخل سیاره به سمت بالا حرکت کنه و به سطح دریا نزدیکتر بشه. وقتی آب از لایه‌های زیرین سیاره عبور میکنه، گرم میشه و مواد معدنی رو از زمین میگیره و تو اقیانوس میریزه. این کار باعث ایجاد منافذ هایدروترمال میشن. منافذ هایدروترمال در واقع یه سری سوراخ یا شکافن که ازشون آب داغ و پر از مواد معدنی بیرون میاد. نکته مهمی که در موردش وجود داره اینه که این منافذ رو تو هر نقطه‌ای از زمین پیدا کنیم، حیات رو هم باهاش پیدا کردیم. احتمالاً الان میگین خب ما که همین الانش هم داریم روی زمین زندگی میکنیم، اما من دارم در مورد جایی صحبت میکنم که کسی معنی نور رو نمیدونه، یعنی هزاران متر پایین‌تر از سطح زمین. این منافذ کاری رو انجام میدن که نور خورشید برای ما انجام میده. موجوداتی که تو این عمق زندگی میکنن، زندگیشون به باکتری‌های خاصی وابسته است. باکتری‌هایی که از مواد معدنی داخل این منافذ تغذیه میکنن، نه از نور خورشید. طبق صحبت‌های رابرت پاپالاردو، اروپا تقریباً نزدیک به 4 میلیارد ساله که اقیانوس داشته و نکته جالب اینه که این مدت زمان میتونه فرصت لازم برای تکامل زندگی توی این اقیانوس‌ها رو بده. همونجوری که حیات زمینی‌ها از اقیانوس‌ها شروع شد و در نهایت به آسمون رسید. راستی اگه این موضوع براتون جالبه، ویدئوی تکامل پرواز رو هیچ جوره از دست ندین. موجودات میتونن از متان، دی اکسید کربن و واکنش‌های سولفوری استفاده کنن. واکنش‌های سولفوری به واکنش‌های شیمیایی گفته میشه که گوگرد یا همون سولفور نقش اصلی رو توشون داره. توضیحات بیشترش روی صفحه هست، میتونید مطالعه کنین. هر واکنش شیمیایی که توی اقیانوس ممکنه اتفاق بیفته، میتونه به عنوان انرژی و سوخت برای متابولیسم اون موجود استفاده بشه. به همین دلیل دانشمندا دنبال ماهی، نهنگ یا اختاپوس نمیگردن. در واقع اونا دنبال موجودات تک‌سلولی ان. برای ناسا حیات در اروپا اونقدر مسئله مهمی بود که وقتی مأموریت گالیله تو سال 2003 تموم شد، عمدن اون رو به سیاره مشتری کوبیدن تا از خطر آلوده کردن اروپا جلوگیری کنن. مأموریت گالیله یه مأموریت فضایی ناسا بود که برای بررسی سیاره مشتری و قمرهاش طراحی شد. فضاپیمای گالیله تو سال 1989 با شاتل فضایی آتلانتیس به فضا پرتاب شد و بعد از 6 سال سفر تو سال 1995 به مشتری رسید. اما یه مشکلی برای پروژه کلیپر وجود داره. کلیپر نمیتونه یخ‌های چند کیلومتری روی سطح اروپا رو سوراخ کنه. پس قراره چجوری از زیر اون سطح ضخیم علائم زندگی رو پیدا کنه؟ قبل از اینکه بریم سراغ بخش بعدی، خیلی سریع اسپانسرمون رو بهتون معرفی میکنم. اسپانسر این ویدیو سیستک. سیستک یک شرکت ارائه دهنده اینترنت. سرویس پهنای باند اختصاصی یکی از معروف‌ترین خدمات اوناست و البته سرویس کاهش پینگ و تحریم شکنش هم بین گیمرها خیلی معروفه. اگر یوتیوبر، گیمر، استریمر یا حتی تریدر هستین، حتما از خدمات و محصولاتشون استفاده کنید. این اسناتباته، یه درون که چند تا ظرف پتری رو به سقفش چسبوندن. همون ظرفایی که توی آزمایشگاه‌ها برای بررسی میکروبا و سلولا استفاده میشن. البته همیشه هم تو آزمایشگاه نیستن. یه وقتایی هم توی یه ون وسط کویرن. حالا این درون چیکار میکنه؟ مستقیم از داخل نفس‌های نهنگا عبور میکنه تا مخاط نهنگا رو جمع کنه. خیلیا برای این درون تو سر و کله هم دیگه میزنن. زیستشناسا میتونن از اسناتبات برای به دست آوردن اطلاعات مختلف در مورد بیولوژی نهنگ‌ها استفاده کنن و دانشمندا یه کار خیلی مشابه رو برای اجرام آسمونی انجام دادن. در واقع اونا تونستن از فوران‌های آبفشان‌ها عکس بگیرن. آبفشانایی که از انسلادوس، یکی از قمرهای زحل بیرون میزنن. این قمر یه اقیانوس زیرسطحی رو تو خودش جا داده. از طرفی تلسکوپ فضایی هابل هم یه سری شواهد پیدا کرده
کرده که از فوران‌های آبفشان مشابه تو اروپا به دست اومده. دانشمندا امیدوارن که کلیپر بتونه مثل اسناتبات از بین یکی از این ستون‌های بخار رد بشه و اینطوری ترکیب شیمیاییشون رو با استفاده از یه طیف‌سنج جرمی بررسی کنه. دوباره حرف از طیف‌سنج جرمی شد و دلم نیامد ویدیوی دانشمند سایکوپس رو بهتون پیشنهاد نکنم. حالا با وجود این مقایسه چرا انسلادس نه؟ با اینکه شواهد زیادی وجود اقیانوس تو اروپا رو تایید میکنه، قمر انسلادس کاندیدای قوی‌تریه. دلیلش هم اینه که ناسا از ستونهای بخارش عکسای واقعی گرفته و حتی از بینشون رد شده. ناسا مطمئنه که اونجا یه اقیانوس درست زیر سطح یخیش وجود داره. اما سوال اصلی اینه که اگه انسلادس این فوران‌ها رو داره و مشخصه که یه اقیانوس مایع زیرش هست، چرا اروپا توجه دانشمندا رو انقدر به خودش جلب کرده؟ دانشمندا زمان دقیق به وجود اومدن حیات رو نمیدونن، اما این احتمال رو میدن که انسلادس تازه مسیر تکاملش رو شروع کرده، در حالی که اروپا تو بازه زمانی طولانی تر تکامل پیدا کرده. علاوه بر این، چیزی که اروپا رو برتر نشون میده تشعشعات مشتریه. اینکه تشعشعات کشنده چجوری میتونه به اروپا برتری بده یکی از عجایب طبیعته. یعنی این چارچوبی که واسه خودمون روی زمین درست کردیم شاید تو بقیه جای دنیا جواب نده. به نظرم وقتشه که به طبیعتی بزرگتر از جنگلای آمازون و حیوونا فکر کنیم. این ذرات پرسرعتی که به سطح اروپا برخورد میکنن به مولکولای آب و دی اکسید کربن انرژی کافی میدن که ترکیبات جدیدی مثل فرمالدهاید یا هیدروژن پروکساید بسازن. اگه این مواد بتونن خودشونو به عمق برسونن، به عنوان غذا برای زندگی زیر سطح استفاده میشن. رابرت پاپالاردو گفته ما شواهد داریم که نشون میده سطح یخی اروپا توی مناطقی که بهشون کیاس زون یا همون مناطق آشوب میگن تغییراتی داشته. تو این نقطه پوسته یخی با هم برخورد کرده و مواد به داخل فرو رفتن و این یعنی راههایی وجود داره که منابع لازم برای حیات بتونه وارد پوسته یخی بشه و به اقیانوس برسه. در واقع حتی لازم نیست که کلیپر روی سطح فرود بیاد تا اینو تایید کنه. یه طیف‌سنج مادون قرمز اثرات شیمیایی نوری که از سطح بازتاب شده رو بررسی میکنه تا لوکیشن نمک‌ها رو شناسایی کنه و ببینه ترکیبات عالی اونجا هست یا نه. اما این کافی نیست. پس یه طیف‌سنج فرابنفش هم روی کلیپر گذاشته شده که دنبال ستونای بخار میگرده و اگه پیداشون کنه مسئله بعدی رو طرح میکنه. میتونیم از کنارشون رد بشیم یا نه؟ البته هدف اصلی این مأموریت اینه که از کل سطح اروپا تصویر برداری بشه، اما با دقتی بیشتر از 100 متر در هر پیکسل. یعنی تو هر پیکسل میتونیم یه زمین فوتبال رو با وضوح بالا ببینیم. یه دوربین با زاویه دید خیلی زیاد از سطح اروپا عکس میگیره و یه دوربین دیگه که زاویه دید کمتری داره از ارتفاع 50 کیلومتری با وضوح نیم متر در هر پیکسل عکس میگیره. اما برنامه ناسا فقط عکاسی نیست. بعد از اینکه جمع‌آوری اطلاعات به حد مناسبی برسه، ناسا تصمیم داره که با مأموریت لندر مستقیم دنبال نشونه‌های حیات روی اروپا بگرده. با توجه به تحقیقاتی که انجام شده، ناسا میتونه یه فرودگر یا همون لندر رو تا 1 ماه روی سطح زنده نگه داره. اگه این مدت برای تحقیقات کافی باشه، اونا میتونن از زیر سطحی که تحت تاثیر پرتوهای رادیواکتیو نبوده نمونه برداری کنن و با استفاده از طیف‌سنج‌های جرمی روی نمونه‌ها تحقیق کنن. اما کلیپر تنها کاوشگری نیست که قرار قمرهای مشتری رو بررسی کنه. مأموریت جویس یا همون کاوشگر قمرهای یخی مشتری که برای آژانس فضایی اروپا همین الان که شما دارید این ویدیو رو میبینید تو راه مشتریه و فقط 15 ماه بعد از کلیپر به اون سیستم میرسه. قرار قبل از اینکه به مدار گنیمید بچسبه چندین پرواز از کنار اروپا هم داشته باشه. یعنی به احتمال زیاد آژانس فضایی اروپا هم قرار اونجا حضور داشته باشه. حالا کی قراره اولین نتایج رو ببینیم؟ طبق صحبت‌های دانشمندایی که روی این موضوع تحقیق میکنن، از سال 2030 قرار مشاهدات اروپا رو ببینیم. زمانی که ناسا از فاصله دور به اروپا نگاه میکنه و دنبال ستونهای بخار میگرده و 1 سال بعد از اون، یعنی تو سال 2031، زمان دیدن اولین داده‌های با وضوح بالا میرسه. این برای ناسا مثل یه گنج بزرگه. گنجی که تمومی نداره، کشف عجیبی که یه تحول بزرگ ایجاد میکنه و برای افرادی که سالها روی این پروژه کار کردن مثل یه رویاست. خفن‌ترین رویا واسه ما اما اینه که شما وقتی ویدیومون رو میبینین، اگه خوشتون اومد دکمه لایک و فشار بدین. نظر شما تو کامنت ها میتونه موضوع ویدیوی بعدی رو تعیین کنه و اگه سابسکرایبمون کنید با ما همسفر میشید. فکر کنم دیگه لازم نیست بهتون بگم چقدر وقتتون برای ما با ارزشه. پس تا میسکست بعدی،
بی‌صبرانه منتظرتونم.